خسته نباشید. امیدوارم در هر جایی که هستید جور و صحتمند و سلامت باشید. من امروز قصد دارم یک طنز بخوانم براتون. عنوان طنز هم هست تأسیس حزب سرچرخک. اگر خوشتان آمد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان نره. ممنون تک تکتان. با خوشی و سرور زیاد اطلاع گرفتیم که یک تن از هموطنان آگاه و با احساس ما دست به ابتکار جدیدی زده و حزب دیگری را به نام حزب سرچرخک افغانستان افتتاح نمودند. این حزب که به تعقیب تأسیس صدها حزب دیگر در کشور تهداب گذاری گردید، با استقبال زیاد مردم مواجه گردیده و در محفل افتتاحیه هزاران نفر از خبرنگاران و ژورنالیستان داخلی و خارجی و تعداد کثیری از مردم حضور داشتند. مؤسس و بنیانگذار این حزب محترم جلادخان مردمی به همین مناسبت بیانیه پرشور را ایراد نمود که بعد از 6 دقیقه پیشانیش عرق و دهانش قف کرد. جلادخان مردمی در قسمتی از بیانیه‌اش چنین گفت: من به اندازه کوه هندوکوش افتخار می کنم که در پهلوی صدها حزب مترقی کشور حزب دیگری را به نام حزب سرچرخک افغانستان تأسیس و تهداب گذاری می کنم. من به مردم رنجور و مشوش افغانستان 1000% اطمینان می دهم که این حزب مانند احزاب دیگر آنقدر به مردم کار و خدمت خواهد کرد تا دشمنان مردم افغانستان را سرچرخک و سرگنسک نماید. من کسی هستم که دانستم یگانه راه حل برای تأمین امنیت و عدالت و آوردن ترقی و تعالی در کشور عزیز فقط ساختن حزب است و بس. برای من ثابت شد که برای از بین بردن مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم هیچ راه عاقلانه‌تر دیگری جز ساختن حزب نیست. هموطنان و ژورنالیستان عزیز، به شما بهتر معلوم است که در این اواخر حزب و حزب بازی در کشور ما رونق و بازار خوبی پیدا نموده است. موجودیت صدها حزب در کشور ما بود که با رهبری خلاقانه رهبران این احزاب بارها از جنگ‌های خونین بین الافغانی جلوگیری شد. اقوام مختلف ساکن در کشور را به یک پارچگی دعوت کرد و بالاخره از جاری شدن دریاچه‌های خونین در نقاط مختلف کشور جلوگیری به عمل آورد. اما من به اندازه کوه سالنگ متاسفم که مردم ما تا هنوز هم به کیفیت و ماهیت حزب و حزب سازی پی نبردند و در تشکیل احزاب جدید کندی و غفلت می‌کنند. ای مردم، اگر می‌خواهید که زندگیتان سعادتمند و کشورتان مثل جرمنی و فرانسه و آمریکا ترقی و پیشرفت کند، هیچ کار دیگری نکنید، فقط حزب بسازید و افتخار کم‌هایی کنید. من یقین کامل دارم که تأسیس و ازدیاد احزاب مختلف ما را به سوی شاهراه ترقی و خوشبختی سوق می‌دهد. پس هر چه زودتر حزب بسازید و مردمتان را خوشبخت کنید. گفته می شود که محفل با شعارهای فراوان با تعداد احزاب در کشور زنده باد حزب سرچرخک و مؤسس آن و سرچرخک باد دشمنان افغانستان.